کسی که نماینده جبهه انقلاب هست، آقای جلیلی هست، ما حمایت میکنیم و تمام قد باید بیایم تو میدان. در دور دوم انتخابات اتفاقی که افتاده، ما باید اون کاندیدایی که الان باقی مونده در دور دوم که متعلق به جبهه انقلاب هستش و در مقابلش متاسفانه اون جریانی که جریان غربگرا هستش، من شخص آقای پزشکیان رو بازم تاکید میکنم، الزاما نمیخوام شخص ایشون رو ذکر بکنم که خب متاسفانه ایشون هم از یک خصوصیاتی تو مناظراتش بهره میبرد بدون که پاسخ مجری رو بده تو سوال، بدون اینکه اصلا برنامه ارائه بکنه، بدون که اشاره بکنه خب چه کسانی مسبب این مشکلاتن. خب همونایی که اطراف شما هستن مسبب این مشکلاتن. شما نهج البلاغه میخونی که نهج البلاغه مقابله با اشرافی گری داره، بلکه اطرافتون اشرافی گری